انشاءالله اگرچه امروز در دنیا از این شوهرهای ظالم رنج و ستم بین شما خواهرهای محترمه، انشاءالله در جنت راحت استراحت میکنه. انشاءالله این شوهرها، این ظالمها در نزد خداوند جواب سختی داره. جناب پیغمبر میگه از دعای مظلوم چی قدر بود ترسه که دعای مظلوم به درگاه خداوند اجابت میشه، قبول میشه. حذر کن ز آهی درونهای ریش که آه جهان به هم برزند. از آهی دل شکسته ها حذر کن، میگه که آهی اونها دنیا را چپه میکنه. رب العالمین میگه و بعزتی و جلالی یا مظلوم لانصرنک ولو بعد حین. قسم به عزت و جلالم ای مظلوم، بعد از یک مدت اگرچه بعد از دنیا هم باشه ترا در تار سر این ظالم غالب میگردانم، نصرت پیروزت میگردانم. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد.